دادگاه ناحیه یونس‌آباد تاشکند روز 7 ینور بررسی پرونده پرسر و صدای دادستان کل پیشین ازبکستان رشید قادیروف را آغاز کرد. به گفته یک منصبدار ازبک پرونده قادیروف پشت درهای بسته بررسی می شود. این منبع میگه که دادرس پرونده معاون رئیس دادگاه شهر تاشکند اکبر تورابوف است. درباره جزئیات محاکمه حتی به خویشان گمانبر خبر دادن نمی شود. رشید قادیروف 66 ساله که 15 سال دادستان کل ازبکستان بود، ماه اپریل سال 2015 از مقام برکنار و ماه فوریه سال 2018 در شهر تاشکند با گمان یک قطار جنایت‌ها دستگیر شد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف سال گذشته در جریان سفرش به ناحیه اولغنار گفته بود حالا دادستان کل با گروهش در زندان است. پس از 2-3 ماه توقع میکنم که به واسطه تلویزیون همه چیز را بگوید، زیرا او در همه جای کروپسی را پهن کرد. از هر دادستان ناحیه 30 یا 40 هزار دلار میگرفته است. دزد واقعی بود. بنابراین از مقامات دادستانی 70% کارمندان برکنار کرده شدند. وزارت امور داخلی ازبکستان ماه مارس سال 2018 پسر 39 ساله قادیروف علیشیر را نیز با جرم قلابی و طعنه‌جویی تحت پیگرد قرار داد. بر ضد پدر و پسر به مبلغ $500,000 دعوا و شکایت شده است.